RahimProduction. RahimProduction سال 2011 بود یکم کورس بودیم. سال 2011 قرضگی به خاطر برادر میزنه. این برادر در فرخور زندگی میکنه. ای فرخور میاد در دوشنبه خلاصا داخل میشه یکم کورس یک حجره میگیره. یعنی که کوارتیر میگن خمانکو. خلاصه اجاره میشینه $100 هر ماه میتیه اجاره میشینه. خلاصه یک ماه میگذره یک ماه پس صاحب خانه رو میبینه میگه برادر تو عقل فراست داری یا نداری؟ میگه برای چی؟ او میگه خونت مرا اجاره دادی ها $100 هر ماه میگیری؟ میگه ها میگیرم اکا. میگه چی بنا گفتی که خانه ما حاجت خانه نداره. میگه ای برادر سکسر حاجت خانهش در درونش هیچ خیلی نداره. میگه آخه من خود یک کوهستان اومدم اکیجو میدونم آخه بیا بریم برای نشون بده. میگه برادر اینا بالکن اینا کوخنی اینا بانیا اینا حاجت خانه. RahimProduction Umitaza میبینه میگه همین حاجت خانه. میگه ها نمی حاجت خانه. میگه کما یک ماشین چشمه گفته او خورستان.